آن یک قدری کتاب گم کرده ای، دیگر باغوچه من گم کرده ای. از کتاب گم کرده لیک میرسد روز زبان گم کرده ای. واقعا در یگان دور زمان به کتاب غذای معنوی زندگی رنگین را نمیتوان تصور نمود. به تعبیر خلق خانه به کتاب روز به آفتاب است. اگر خواهی حیاتی خوش به عالم، کتاب است راهنمای جاودانی. ذهی صاحب شرف گردی به عالم، هر آنچه نیک و بد بینی بخوانی. ز بد اندیشه کردن دور بودن، به راه نیک تا گردی بمانی. کتاب است صاحب ابیات عاشق، به مقصد میرساند گر بخوانی. کتاب کنج به‌بها، مخزن علم و دانش، پند و حکمت و راهنما و همنشین بهترین هست. هر نفری که کتابخوانی را پیشه میکند از او حتما شخص نیکنام و با مدنیت به وایه می‌رسد. توسط کتاب ما تاریخ گذشته، حیات امروزه و آینده خرم خلق ملت خود را می‌آموزیم. کتاب خاصیت‌های عجیبی دارد و نه تنها از نسل به نسل دانش، مدنیت، تجربه حاصل کرده انسان را انتقال می‌دهد، بلکه برای تعلیم و تربیت اهل جامعه امکانیت‌های زیادی را فراهم می‌آورد. کتاب تأثیر کلان تربیوی و درک‌کنی را دارد. بسیار شخصیت‌های بزرگ از قبیل عالمان، فیلسوفان، شاعران، نویسندگان و کتاب همچون معلم بزرگ رفیق بها داده‌اند. کتاب به حیث مصلحتگری بمیند و بهترین یاور قادر است که به انسان زندگی کار و فعالیت و دانش و مسائل نو و نو را آموزاند. اگر شخص زیاد مطالعه کند و کتاب را با تمام وجودش دوست دارد، بزرگی دنیا در نظر او گشوده می شود. او می تواند بدون سفر کردن تمام دنیا را بشناسد. انسان از کتاب‌های خوانده اش درس آداب و اخلاق آموخته، همچون فردی پاک اخلاق و وطندوز و وطن پرور تربیت می گیرد. در میانی کوهساران، با نوای آبشاران، با صفای چشم ساران، با سرودی باد و باران. جان عطا کردی مرا، جان عطا کردی و خود را کاستی. روز و شبها در سر گوهاره من، مادری من، مادری غمخواره من، مادری من، مادری بیچاره من. از پی روزی دویده، خوشه ها را چیده چیده، گنج دنیا را ندیده، تلخ و شوری ها چشیده. گنج دنیا را ندیده، دل عطا کردی مرا، دل عطا کردی و خود را کاستی. روز و شبها در سر گوهاره من، مادری من، مادری بیچاره من. خواهی که دانا شوی، زیر و توانا شوی، از ته دل خوان کتاب، حکمتی او به حساب. آنکه کتاب نخواند، دور ز دانش بماند. چون نفسی نو بهار، تازه نگاهش بدار. سطری ورا خود مزن، یک ورق از او مکن. او چون معلم به ماست، هر سخنش رهنماست. منبری خوانش کتاب، رهبری دانش کتاب. همدمی دلسوز ما، معرفت آموز ما. در لوح و قلم شاهدی آثار کتاب است. سرمنزل مقصود گوهربار کتاب است. تاریخ اگر ثبت شده در صفحه عیار، تصویر رخش در رخ گفتار کتاب است. کتاب خزینه است که برای باز کردن درهایش دانستن رمزهای کلیدی شرط نیست. وارد شدن به این گنجینه دانش و ادب نصیب کسی می‌گردد که همت بلند و تحمل به انتها داشته باشد. هر آنگاه با کتابم کامیابم، اگر دور از کتابم در عذابم.
اگر شخص زیاد مطالعه کند و کتاب را با تمام وجود دوست دارد، بزرگی دنیا در نزد او گشوده می شود و او میتواند بدون سفر کردن به جای تمام دنیا را بشناسد. انسان از کتاب‌های خوانده‌اش درس آداب و اخلاق آموخته، همچون فردی با اخلاق و وطن‌دوست و وطن‌پرور تربیت می شود. باشد هر صفحه اندر کتاب بر هزاران پرسشی آدم جواب. شهری اوریانی پنجکند، خوکی پوکی سودیانی پنجکند، اوستانت اوستانی روستان، دوستانت یشتهایی بوستان، حکمتی صد عصر در خاکی سرزم، سینه وقت است این خاکی سرزم، در برت رمزی وفای جاویدان، ایستاده تا ابد اسپی تمام. ای خوشاده وشچت خورم نژاد، سر به دشمن داد و میهن را نداد، رودکی بگشاد روی از روی تو، روی شعری پرسی شد روی تو، در دلت آبادی ویرانه ها، در فرت فرهادی فرزانه ها، خاک از عطر سخن گلبیز من، ملک رحمت بار و شاعر خیز من، یادی یاری مهربانت زنده باد، نصرتی هر خاندانت زنده باد. ای سرور و سربانی ما، ای موملی رحمانی ما، اسماعیلی دورانی ما، ای موملی رحمانی ما، چون جان فدای و جان سپر تو زنده کردی از دیگر، اسماعیلی سامانی ما، ای موملی رحمانی ما، شد تاجیکستان شهرور با نام تو در بحر و بر، ای تاجی کانی ما، ای موملی رحمانی ما، دورند با مهر و وفا، بخشی تو اندر کف دعا، پیران و اجدادانی ما، ای موملی رحمانی ما، ای تاجیکستان تاجی تو، خورشید در معراج تو، ای نوری مهرستانی ما، ای موملی رحمانی ما، با نیکیت ماندی نشان در قاموسی دور و زمان، با نام فرزندانی ما، ای موملی رحمانی ما، جمع آوریدی از جهان تخمی پرشی تاجی کن، ای تاجی کانی ما، ای موملی رحمانی ما. سحر رفتم زیارتگاهی مادر، نمودم سجده بر درگاهی مادر، گریستم پر علم روی مزارش، زی عمری رفته کتاهی مادر، کمه اندر سکوت ماندم نشسته، شنیدم از دلی خاک آهی مادر، نباشد بی‌طرف از قسمتی من، دلی پاکیزه‌ای نکخواهی مادر، نمی آید ولی من با امیده، همیشه انتظاری راهی مادر، تمامی روی دنیا را بگردم، نیابم چهره‌ای چون ماهی مادر. ثنا بر قلبی جوشانی معلم، به پیمان و به احسانی معلم، تو صبحی با صفا بینم همیشه،
روحی تابان و خندانی معلم ما را به هر گونه کتابخوانی و نوشتن و خواندن یاد می‌دهد. تاجیکستانی عزیزم، گلشنی زیبای من، گوهری ارزنده ای دودیده ای بینای من، سرزمینی فاتح و باغی وطن آرای من، از شعاعی مهری تو گرم از سر تا پای من. زنده باش و شاد باش ای ملک به همتای من، دلبری من، بختی من، هستی من، مأوای من. ابر ظلمت نجم بختت را که پنهان کرده بود، سرزمینت را سراسر تاریکستان کرده بود. دور فرزندی تو را از علم و عرفان کرده بود، مردمانت را اسارت خانه ویران کرده بود. قسمتی پیشانیت را دار و زندان کرده بود، شهرت و نام تو را با خاک یکسان کرده بود. لیک زیدی دشمنانی بدسرشتی فتنه‌کار، ضد جلادان خونخواری پلید نابکار. می نمودی شورش و جنگ و جدال و کارزار، مثل واسه کاوه فرزندان نیکت به شمار. جان سپردن از پی آزادیت مردانوار، بوده در راه نجاتی خود همیشه استوار. اگر روز جوانی چون بهاران باز می آمد، چو آبی نقرواری جای باران باز می آمد، چو مرجانی گلندر شاخساران باز می آمد، تو را می جستم و می یافتم از نو. به مویت قصه ها می بافتم از نو، ز نو اسبی خیال و آرزو را می زدم مخمیز. فواداری خود را تا برم پیشت شده است آویز، خودم را می زدم بر موج بحری عشق شعرانگیز. قدم گاهی تو لنگرگاهی من می شد، زمین و آسمان دلخواهی من می شد. ز نو تکرار می کردم سوالی بی جوابم را، براحت هدیه می کردم ز نو کاری ثوابم را. همه بردم به پیشت روی کف قبلی کبابم را، و آن تو افغانی چشمی سیاهم را، ببینم من رخی عالم پناهم را. سرزمینی ما مکانی دوستی، در دلی ما صد جهانی دوستی. با تمام خلق عالم هم دلیم، شادکام و شادمانی دوستی. جشن نوروزی جهانی می دهد، خوش پیامی جاویدانی دوستی. ما به هر همسایه هم جان و تنیم، جانی مادر جانی دوستی. سرزمینی ما مکانی دوستی. خودی مادرم
کتاب در جهان یار نیست، در غمکده زمانه غمخوار نیست. هر لحظه از او به گوشه تنهایی صد راحت هست و هرگز آزار نیست. واقعا هم این مهارت، این دانشی که خوانندگان در اینجا نشان دادن از مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 71 شایان تحسین است و از آن درک می‌دهد که خوانندگان این مؤسسه مهارت بلند شعرخوانی دارند و کتاب‌های زیاد می‌خوانند. تا برنامه‌های دیگر، خیر.